یکی حرفهای امروز بنی گنتس از زبان خودتون گفته شد که ما با ملت ایران هیچ گونه نزاعی نداریم. درست برعکس، ملت اسرائیل با ملت ایران دوستی 2500 ساله و حتی 2700 ساله داره. یهودیان در زمانی به فلات ایران رسیدن که هنوز کشور شاهنشاهی ایران و سلسله هخامنشی به وجود نیامده بود. کوروش کبیر هنوز ظاهر نشده بود. اولین گروه های یهودی 200 سال پیش از سلسله هخامنشی از آشور وارد خاک ایران شدند که در یک دوره یک عده‌ای آمدن حمله کردن به یک سری کشورهای مختلف. عمر تا اندلس رفتن، یک امپراتوری رو ساختن، نیاز به یک سری قوانین داشتن. بالاخره این جامعه به این بزرگی رو بایستی که ادارش کرد. جامعه خودشون نبودش که قبیله باشه. جامعه هایی مثل جامعه ایران، مصر، براتون شود که روم شرقی، آشور، شامات، اینا جوامعی بودن که دارای حکومت مرکزی بودن. یک دیوان سالاری درشون بود، بحث قبیلگی و عشیره‌ای نبود. یک قوانینی اون جامعه رو میگردون. خب این ضعف توی اون بخش پیدا شد. ناچار رفتن بر این که بخوان یه قوانین رو درست بکنن و مراجعهشون هم چون اینها حملشون یه جورایی بهانش اسلامی بود، دیگه قوانینش رو هم آوردن الهی کردن که اگر احیانا با اون تفکرات مردم جور در نیامد، با فرهنگ مردم جور در نیامد، بتونن در مقابلش بایستن بگن که آقا این کار ما که نیست، خدا گفته. حالا شما میخوای آش خالته بخوری، کاته نخوری هم خود.